5 قانون طلا. یک کیف پر از طلا یا لوحی نوشته شده از علم. اگر شما بین این دو حق انتخاب داشتید، کدام را انتخاب می‌کردید؟ شنوندگان با چهره‌های آفتاب سوخته مشتاقانه در کنار آتش حاصل از درخچه‌های صحرا نشسته بودند. طلا، طلا. 27 نفر یک صدا گفتند. کلاباب پیر آگاهانه لبخندی زد. گوش کنید. او برگشت و دستش را بالا گرفت. صدای سگ‌های وحشی را آن بیرون در تاریکی گوش کنید. آنها زوزه می‌کشند و ناله می‌کنند، چون از گرسنگی لاغر و نزار شدند. اگر به آنها غذا بدهی چه کار می‌کنند؟ می‌جنگند و می‌خرامند و دوباره کمی می‌جنگند و می‌خرامند، بدون هیچ فکری برای فردایی که حتما می‌آید. دقیقاً این داستان در مورد بشر نیز صادق است. حق انتخابی بین طلا و دانش به آنها بده. چه کار می‌کنند؟ از دانش غفلت می‌کنند و طلا را هدر می‌دهند و فردا ناله می‌کنند چون دیگر طلا ندارند. طلا برای کسانی ذخیره می‌شود و پایدار می‌مانند که قوانینش را فرا گرفته باشند. کلاباب جامه سفید و بلندش را دور پاهای لختش پیچید، چون باد شبانه خنکی می‌وزید. چون شما صادقانه در طول سفرمان به من خدمت کردید، از شترهایم خوب مراقبت کردید، در صحرای داغ بدون هیچ شکایتی زحمت کشیدید و عرق ریختید، شجاعانه در برابر سارقانی که قصد داشتن اموالم را بدزدند ایستادید و جنگیدید، امشب داستان 5 قانون طلا را که مطمئنم تا به حال هیچگاه نظیرش را نشنیده اید برایتان تعریف می‌کنم. خوب و با دقت به حرفایی که میزنم گوش کنید. زیرا اگر خوب معنی آن را درک کنید و به کار ببندید، در روزهایی که در آینده میآیند طلای خیلی زیادی به دست خواهید آورد. او مکث تأثیرگذاری کرد. آن بالا در آن سایبان آبی، ستاره‌ها در آسمان صاف و زلال بابل می‌درخشیدند. پشت آنها چادرهایشان که در برابر طوفان‌های احتمالی صحرا محکم به زمین بسته شده بود، خودنمایی می‌کرد. در کنار چادرها بسته‌های مرتب کالاهای تجاری که با روکش پوشانده شده بودند وجود داشت. کمی آن طرفتر هم گله شترها در شنها پراکنده شده بودند. بعضی نشخوار می‌کردند و بعضی دیگر هم در نزاع با هم خرناس می‌کشیدند. تو داستان‌های بسیار خوبی برای ما تعریف کردی کلاباب. قافله سالار گفت. ما منتظریم تا تو، مرد فرزانه، تا فردا که سفرمان با تو تمام می شود ما را راهنمایی کنی. من از ماجراجویی‌های خود در سرزمین‌های دور و غریب برای شما بسیار تعریف کردم، ولی امشب باید از دانش آرکاد برای شما بگویم. مرد ثروتمند فرزانه. ما درباره او خیلی شنیده‌ایم. قافله سالار توضیح داد. زیرا او ثروتمندترین فردی است که بابل تاکنون به خود دیده است. او به خاطر این ثروتمندترین بوده که قوانین طلا را به خوبی می‌دانسته، طوری که کسی قبل او تا این حد نمی‌دانست. امشب باید در مورد دانش فراوان او به شما بگویم، همانطور که پسرش نوماسیر سالها قبل در نینوا، زمانی که من جوانکی بیش نبودم، برایم تعریف کرد. من و اربابم بیش از حد در قصر نوماسیر آن شب معطل شده بودیم. من به اربابم کمک کرده بودم و مجموعه‌ای بزرگ از قالیچه آورده بودیم. نوماسیر تک تک آنها را امتحان کرد تا نهایتاً از لحاظ رنگبندی به نتیجه دلخواه خود رسید و بالاخره خوشحال شد و به ما دستور داد تا با او بنشینیم و شرابی بنوشیم. شرابی کمیاب و بسیار بدبو که اصلاً معده من با آن سازگاری نداشت. سپس او این داستان را از دانش بسیار بالای آرکاد پدرش برایمان تعریف کرد. داستانی که الان می‌خواهم برای شما تعریف کنم. همانطور که می‌دانید در بابل رسم است که پسران افراد پولدار با امید به ارث پدر نزد والدین خود زندگی می‌کنند. آرکاد این سنت را قبول نداشت. بنابراین وقتی نوماسیر به سن جوانی رسید، پدرش دنبالش فرستاد و به او گفت: پسرم، این آرزوی من است که تو صاحب اموال من باشی، ولی اول باید ثابت کنی که توانایی مدیریت خردمندانه آن را داری. بنابراین مایلم به بیرون بروی
و هم توانایی خودت را در به دست آوردن طلا نشان بدهی و هم در بین مردم محبوب شوی. برای اینکه خوب شروع کنی 2 چیز به تو میدهم که وقتی خودم به عنوان جوانی فقیر شروع به ساختن آینده‌ام کردم از داشتن آنها محروم بودم. اول اینکه کیف پر از طلا به تو میدهم که اگر از آن عاقلانه استفاده کنی پایه موفقیت تو در آینده می شود. دوم به تو این لوح را می دهم که 5 قانون طلا روی آن حکاکی شده. اگر آنها را در رفتارهای خود به کار بندی، آنها در تو روحیه تلاش و آسایش خاطر ایجاد می کنند. 10 سال بعد از امروز به خانه پدرت بازگرد و گزارشی از خود بده. اگر شایستگی خود را به اثبات رساندی، آنگاه تو را جانشین و صاحب اموالم می کنم. در غیر این صورت، آن را به روحانی ها می دهم تا در ازای آن برای روحم آرامشی از خدایان طلب کنند. پس نوماسیر رفت تا راهش را خودش بیابد. با کیف طلایش و لوحش که آن را به دقت در یک پارچه پیچیده بود. 10 سال گذشت و نوماسیر همانطور که قول داده بود به خانه پدر بازگشت. پدری که برای برگشتن او ضیافتی بزرگ ترتیب داده بود و کلی از دوستان و نزدیکان را دعوت کرده بود. بعد از پایان مهمانی، پدر و مادر صندلی‌های سریرمانند خود را در گوشه‌ای از سالن قرار دادند و نشستند و نوماسیر هم همانطور که قول داده بود در برابرشان ایستاد تا گزارشی از حال و احوال خود دهد. بعد از ظهر بود. اتاق از دود فتیله چراغ روغنسوز که به سختی آن را روشن می‌کرد، مه‌آلود شده بود. برده‌ها با ژاکت‌های ریز بافت سفید رنگ و کت‌های کوتاه هوای مرطوب سالن را به طور یک نواخت با شاخه‌های بلند درخت خرما تهویه می‌کردند. شکوهی با وقار صحنه را آراسته بود. همسر نوماسیر و 2 پسر جوانش با دوستان و دیگر اعضای خانواده پشت سر او روی قالیچه‌ها نشسته بودند و خوب گوش می‌دادند. پدرم، او خیلی با احترام شروع کرد. من در برابر دانش تو تعظیم می‌کنم. 10 سال پیش وقتی تازه به دوران مردانگی رسیده بودم، به من پیشنهاد کردی که بروم و سری در میان سرها در بیاورم، به جای اینکه بمانم و پیرو تقدیر باشم. تو از ثروتت سخاوتمندانه به من دادی، سخاوتمندانه به من بخشیدی. افسوس که باید اعتراف کنم که در مورد طلا مدیریت فاجعه انگیزی داشتم. واقعاً مثل خرگوشی وحشی که وقتی جوانی برای اولین بار آن را میگیرد از دست او میگریزد. طلا هم از دست بی تجربه من گریخت. پدر لبخندی از روی اغماض زد و گفت: پسرم، ادامه بده. داستانت در همه جنبه‌هایش برای من جالب توجه است. من تصمیم گرفتم که به نینوا بروم، چون آنجا شهری در حال رشد بود. معتقد بودم که آنجا فرصت‌های زیادی را به دست می‌آورم. به یک کاروان پیوستم و در بین افراد آن دوستان زیادی پیدا کردم. 2 مرد خوش صحبت که اسب‌های بسیار زیبای سفید و بادپایی داشتند در میان این دوستان بودند. همانطور که سفر می‌کردیم، آنها با اطمینان به من گفتند که در نینوا مردی ثروتمند زندگی می‌کند که اسبی بسیار سریع دارد که تا به حال مغلوب نشده. صاحبش معتقد است که هیچ اسبی به سرعت اسب او موجود نیست و او روی هر مبلغی هر چقدر بزرگ شرط می‌بندد که هیچ اسبی از بابل نمی‌تواند اسب او را در مسابقه شکست دهد. در مقایسه با اسب‌های خودشان، آنطوری که دوستانم می‌گفتند، آن اسب میبایست اسبی سلانه می‌بود که به راحتی شکست می‌خورد. به عنوان مرحمتی بزرگ به من پیشنهاد دادند که در یک شرط بندی به آنها ملحق شدم. من کاملا تسلیم این برنامه شدم. اسب ما بدجوری شکست خورد و قسمت اعظمی از طلایم را از دست دادم. پدر خندید. بعدها فهمیدم که این برنامه حقه‌آمیز و از پیش تعیین شده است و آنها دائما با کاروانها سفر می‌کنند و قربانی پیدا می‌کنند. آن مرد در نینوا شریک آنها بود و پولی را که می‌برد با آنها قسمت می‌کرد. این حقه متقلبانه اولین درس را در یافتن خودم به من داد. به زودی یکی دیگر آموختم. او هم مثل من فرزند خانواده‌ای ثروتمند بود و مثل من در حال سفر به نینوا تا مکانی مناسب بیابد. اندکی بعد از رسیدنمان او به من گفت که یک بازرگان مرده
و مغازه و کالاهایش را می شود با قیمت ناچیزی خرید. او گفت که شریک‌های مساوی خواهیم بود، ولی او ابتدا می بایست به بابل برمیگشت و پولش را جور می کرد. او مرا متقاعد کرد تا مغازه را با پول من بخریم و بعداً سرمایه او را در فعالیت اقتصادی ما مصرف کنیم. او در سفر به بابل خیلی تأخیر کرد و در ضمن ثابت کرد که خریداری نابخرد و هزینه‌گری احمق است. سرانجام او را کنار گذاشتم، ولی اوضاع آن تجارت بدتر شد، چون ما فقط یک سری کالاهای سقف فروش رفتنی در اختیار داشتیم و هیچ پولی هم برای خرید کالاهای دیگر نداشتیم. من بقیه آن چیزی را که باقی مانده بود با قیمتی رقت‌انگیزی به یک اسرائیلی دادم. پدر، به زودی روزهای تلخ‌تری آمد. به دنبال استخدام شدن گشتم، ولی موردی نیافتم، چون هیچ هنر و صنعتی بلد نبودم تا درآمدی برایم بسازم. اسب‌هایم را فروختم، برده‌هایم را فروختم، حتی لباس‌های اضافه ام را فروختم تا بتوانم غذا و جایی برای خواب تهیه کنم، ولی هر روز ترس و سختی به من نزدیکتر می‌شد. ولی در آن روزهای سخت، آن اعتمادی را که در من بود به یاد آوردم. پدر، تو مرا فرستاده بودی تا مرد شوم و من قصد داشتم تا این را به انجام برسانم. مادر چهرهش را پوشاند و به آرامی گریست. در آن زمان یاد لوحی افتادم که به من داده بودی و رویش 5 قانون طلا را حکاکی کرده بودی. آن کلمات حکیمانه را به دقت مطالعه کردم و متوجه شدم که اگر اول آنها را می‌خواندم پولم از دست نمی‌رفت. با تمام وجود تک تک قوانین را فرا گرفتم. تصمیم گرفتم که اگر یک بار دیگر الهه خوششانسی به سراغم آمد، با دانش و پختگی پذیرای آن باشم، نه با بی تجربگی جوانی. برای بهره‌مندی شما که امشب اینجا هستید، دانشی را که پدرم 10 سال پیش روی لوحی روسی نوشت و به من داد می‌خوانم. 5 قانون طلا. قانون اول: طلا شادمانه و افزاینده به سمت کسی می آید که حداقل 1/10 از درآمدش را برای ساخت دارایی برای آینده خود و خانواده‌اش کنار می گذارد. قانون دوم: طلا برای صاحب عاقل خود که آن را در راه‌های سودمند به کار می گیرد، کوشنده و خوشنود کار می کند و مثل گله‌ای در مزرعه چند برابر می شود. قانون سوم: طلا نسبت به محافظت صاحب هوشیار خود که آن را تحت مشاوره افراد دانا در مدیریت کردنش سرمایه گذاری می کند وفادار می ماند. قانون چهارم: طلا از دست کسی که آن را در تجارت‌ها یا اهدافی که با آنها آشنا نیست یا توسط افراد کارآشنا توصیه نمی شود سرمایه گذاری کند فرار می کند. قانون پنجم: طلا از دست کسانی که آن را به درآمدهای غیر ممکن وادار می کند یا از توصیه‌های طمع برانگیز افراد حقه‌باز و شیاد پیروی کند یا به آرزوهای احساسی و خام خود اعتماد کند فرار می کند. اینها 5 قانون طلا بودند که پدرم آنها را نوشته بود. من آنها را با ارزشتر از خود طلا می دانم. همانطور که در ادامه داستانم تعریف می کنم متوجه می شوید. او دوباره به سمت پدرش برگشت. در مورد فلاکت و ناامیدی که بی تجربگی هم نصیبم کرد برایتان تعریف کردم. ولی هیچ مصیبتی نیست که پایان نداشته باشد و بدبختی های من زمانی به پایان رسید که شغلی به عنوان مدیریت تعدادی برده که روی دیوار جدید بیرونی شهر کار می کردند پیدا کردم. با بهره‌گیری از دانشم در اولین قانون طلا تکه‌ای مس از اولین درآمدهایم پس‌انداز کردم و در هر فرصتی به آن اضافه می کردم تا آن را تبدیل به نقره کردم. پروسه‌ای آهسته بود چون باید با درآمدهایم زندگی هم می کردم. باید بگویم که با اکراه خرج می کردم چون تصمیم گرفته بودم بتوانم قبل از اتمام آن 10 سال طلایی که پدرم به من داده بود به او پس دهم. یک روز صاحب کارمان که دیگر با او دوست شده بودم به من گفت تو جوانی مقتصد هستی که درآمدت را از روی عیاشی و بیفکری خرج نمی کنی. آیا داری پولهایت را پس‌انداز می کنی؟ بله.
من جواب دادم: این بزرگترین آرزوی من است تا بتوانم طلا جمع کنم، تا طلاهایی را که پدرم به من داده بود و من آنها را از دست دادم را به او پس بدهم. این تصمیم ارزشمند است. من به تو کمک میکنم. آیا میدانی که طلایی را که ذخیره کردی میتواند برای تو کار کند و درآمد بیشتری تولید کند؟ افسوس، تجربه تلخی در این زمینه دارم، چون همه پول پدرم را اینگونه از دست دادم و حالا میترسم اگر دوباره همچین کاری کنم مال خودمم را نیز از دست بدهم. اگر به من اعتماد داشته باشی درسی سودمند در مدیریت طلا به تو میدهم. او پاسخ داد: طی 1 سال آینده دیوار بیرونی تکمیل می شود و برای نصب دروازه‌های بزرگ برنزی که روی هر ورودی برای محافظت از شهر ساخته می شوند آماده می شود. در کل نینوا این مقدار فلز برای ساخت این دروازه‌ها وجود ندارد و شاه هم تا کنون فکری برای این کار نکرده. این برنامه من است. گروهی از ما با هم شریک می شویم و کاروانی به معادن مس و قل در دوردست‌ها می‌فرستیم و فلز لازم برای ساخت دروازه‌ها را به نینوا می‌آوریم. وقتی شاه فرمان ساخت دروازه‌های بزرگ را صادر کرد، تنها ما می‌توانیم آن مقدار فلز را تأمین کنیم و او هم قیمت بالایی می‌پردازد. اگر شاه آن را از ما نخرد هم، ما هنوز آن فلزات را داریم و می‌توانیم آنها را با قیمت مناسبی بفروشیم. در پیشنهادش فرصتی را یافتم که از قانون 3 طلا جام می‌گرفت. سرمایه‌ام را تحت راهنمایی افراد دانا سرمایه گذاری کنم. با اینکه امیدی نداشتم، شراکتمان تبدیل به یک موفقیت بزرگ شد و اندک ذخیره طلای من با آن معامله خیلی افزایش پیدا کرد. به مرور زمان به عنوان یک عضو قبول شده در این گروه، در فعالیت‌های اقتصادی دیگر پذیرفته شدند. آنها مردانی دانا در مدیریت کردن طلا بودند. آنها در مورد هر برنامه‌ای که پیشنهاد می‌شد قبل از ورود با دقت بحث می‌کردند. هیچ شانسی را برای از دست رفتن سرمایه اصلی باقی نمی‌گذاشتند یا آن را در سرمایه‌گذاری‌های بی‌ارزش مصرف نمی‌کردند. آن چیزهای احمقانه مثل آن مسابقه اسب دوانی و آن شراکتی که از روی خامی انجام دادم هیچ شباهتی به کارهای آنها نداشت. آنها به سرعت متوجه ضعف‌هایشان می‌شدند. در خلال شراکتم با این افراد یاد گرفتم سرمایه‌ام را در جاهای امن سرمایه گذاری کنم تا بازگشتی سودمندانه برایم داشته باشد. با گذشت زمان خزانه‌ام با سرعت بیشتری پر شد. نه تنها چیزی را که از دست داده بودم به دست آوردم، بلکه خیلی بیشتر از آن هم به دست آوردم. در میان بدبختی‌ها، تمرین‌ها و موفقیت‌هایم بارها و بارها دانش 5 قانون طلا را درک کردم و در هر تجربه‌ای به من ثابت شدم. کسی که قوانین طلا را نمی‌داند، طلا خیلی کم به سراغش می‌آید و خیلی زود از او دور می‌شود. ولی در مورد کسی که به قوانین طلا مجهز است، طلا به سمت او می‌آید و مانند برده‌ای وظیفه‌شناس برای او کار می‌کند. نوماسیر صحبت‌هایش را قطع کرد و به برده‌ای که در انتهای سالن بود اشاره کرد. برده 3 کیسه سنگین چرمی را یکی یکی به جلوی سالن آورد. نوماسیر یکی از آنها را گرفت و روی زمین جلوی پدرش گذاشت و گفت: پدر، تو به من کیفی حاوی طلا دادی، طلای بابل. در مقابل من یک کیف حاوی طلای نینوا، هم وزن و هم ارزش آن به تو پس می‌دهم. تو به من لوحی حاوی دانش دادی، در مقابل آن من 2 کیسه طلا پس می‌دهم. او این را گفت و 2 کیسه دیگر طلا را از برده گرفت و روی زمین در کنار آن یکی قرار داد. پدر، این کار را می‌کنم تا به تو ثابت کنم چقدر دانش از آن طلایی که به من دادی برایم ارزشمندتر بود. با این حال هیچ کس نمی‌تواند ارزش دانش را با کیسه‌های طلا بسنجد. بدون دانش طلا به سرعت از دست دارنده خود خارج می‌شود، ولی با دانش طلا برای کسی که آن را ندارد به دست می‌آید، همانطور که این 3 کیسه طلا ثابت کردند. پدر، این نیز نهایت رضایتمندی من است که پیش تو بایستم و بگویم به خاطر دانشی که به من دادی موفق شدم که ثروتمند شوم و همچنین نیز در بین مردم محترم شوم.
پدر با علاقه‌مندی دستش را روی سر نوماسیر گذاشت. تو درس‌ها را خوب یاد گرفتی و من نیز خوشحالم که پسری دارم که می‌توانم با رضایتمندی ثروتم را به او بسپارم. کلاواب داستانش را قطع کرد و منتقدانه به شنونده‌هایش نگریست. این داستان نوماسیر چه درسی به شما می‌دهد؟ او ادامه داد: در بین شما چه کسی این جرأت را دارد که پیش پدرش یا پدر همسرش برود و یک گزارش صادقانه از مدیریت درآمدهایش به او بدهد؟ فکر می‌کنید این مردان محترم چه چیزی از شما خواهند شنید؟ من خیلی سفر کردم و خیلی یاد گرفتم و خیلی کار کردم و خیلی درآمد به دست آوردم، ولی افسوس از طلا خیلی کم دارم. آیا هنوز فکر می‌کنید که یک بی‌ثباتی و تناقض در قضا و قدر باعث می‌شود که برخی بیشتر از بقیه طلا داشته باشند؟ در اشتباهید. افراد طلای بیشتری خواهند داشت اگر 5 قانون طلا را بدانند و به کار بندند. چون من در جوانی این قوانین را یاد گرفتم و به آنها مجهز شدم، تاجر ثروتمندی شدم. بدون اتکا به هیچ نیروی مرموزی این ثروت را جمع کردم. ثروتی که به سرعت به دست می آید، به سرعت هم از دست می رود. ثروتی که می ماند و لذت و شادمانی را به صاحبش می بخشد، به تدریج می آید. چون فرزندی زاده دانش و هدف پایدار است. به دست آوردن ثروت در مردان اندیشمند کاری سبک است. بردباری مداوم در انجام این کار از سالی به سال دیگر هدف را تکمیل می کند. رعایت 5 قانون طلا پاداشی عظیم به شما می دهد. هر یک از این 5 قانون ارزشمند هستند. مبادا شما آنها را از روی اختصار داستان من ساده بینگارید. الان آنها را دوباره تکرار می کنم. هر یک از آنها را با تمام وجود می دانم. چون در جوانیم ارزش آنها را می دیدم و راضی نمی شدم مگر زمانی که لغت به لغت آنها را بلد باشم. اولین قانون طلا. طلا خوشحال و افزاینده به سمت کسی می آید که حداقل 1/10 از درآمدش را برای ساخت یک دارایی خوب در آینده برای خود و خانواده‌اش کنار بگذارد. هر مردی که 1/10 از درآمدش را به صورت مداوم پسنداز می کند و آن را عاقلانه سرمایه گذاری می کند، حتما دارایی ارزشمندی خواهد ساخت که این دارایی در آینده برای او و خانواده‌اش درآمدزایی خواهد کرد و نیز می تواند پشتوانه‌ای برای خانواده آن مرد پس از مرگ او باشد. این قانون می گوید که طلا همیشه به سراغ همچین انسانی می رود. من این را به عینه در زندگی خود دیدم. هرچه بیشتر طلا جمع می کردم، طلا هموارتر و افزاینده تر به سمت من می آمد. طلایی که پس انداز می کردم بیشتر پول در می آورد. این در مورد پول شما نیز صدق می کند. درآمدهایش نیز بیشتر و بیشتر پول در می آورند و این کار کردن طبق قانون اول است. دومین قانون طلا. طلا شادمان و کوشنده برای صاحب عاقلش کار می کند. کسی که آن را به کارهای سودمند ببندد به صورت گله‌ای در مزرعه چند برابر می شود. طلا کارگری راضی است. همواره مشتاق است تا چند برابر شود وقتی که فرصتی برایش مهیا باشد. برای هر شخصی که ذخیره‌ای از طلا کنار گذاشته باشد، موقعیت در سودآورترین نوع خود به سراغش می آید. در سالهایی که می گذرند خودش را به اشکال شگفت‌آوری چند برابر می کند. سومین قانون طلا. طلا قدرشناس مراقبت صاحب عاقلش که آن را تحت مشاوره افراد آگاه سرمایه گذاری می کند می باشد. طلا واقعاً نسبت به صاحب عاقلش وفادار می شود و همانطور هم از دست صاحب بی احتیاطش فرار می کند. شخصی که به دنبال نصایح افراد آگاه در مدیریت طلا می رود، به زودی یاد می گیرد که خزانه‌اش را در معرض ریسک قرار ندهد، بلکه در امنیت از آن مراقبت می کند و از افزایش مداوم آن
با خوشنودی لذت ببرد. چهارمین قانون طلا. طلا از دست کسی که آن را در معاملات یا اهدافی که با آنها آشنا نیست یا معاملاتی که افراد ماهر در آن زمینه آنها را توصیه نمی کنند سرمایه گذاری می کند فرار می کند. کسی که طلا دارد ولی در مدیریت آن ماهر نیست راه‌های بظاهر سودمند زیادی برای سرمایه گذاری به نظرش می رسد. اغلب این راه‌ها مملو از خطر از دست دادن سرمایه هستند و اگر توسط افراد دانا مورد بررسی قرار گیرند نیز امکان سودآوری بسیار پایینی از خود نشان می‌دهند. بنابراین صاحب بی‌تجربه پول که به قضاوت خودش اطمینان می‌کند و آن را در راه‌هایی که هیچ آشنایی با آنها ندارد سرمایه‌گذاری می‌کند معمولاً قضاوتش را نادرست می‌یابد و مجبور است که خزانه خود را هزینه بی‌تجربگی‌اش کند. در عوض انسان عاقل کسی است که خزانه‌اش را تحت مشاوره افراد آگاه در مدیریت پول سرمایه گذاری می کند. پنجمین قانون طلا. طلا از دست کسی که مجبورش می کند تا درآمدهای غیر ممکن بسازد یا کسی که به سمت پیشنهادهای اغوا کننده افراد متقلب می رود یا کسی که آن را به دست بی‌تجربگی یا آرزوهای احساسی در معاملات می سپارد فرار می کند. پیشنهادهای موهومی هیجان انگیز مانند داستانهایی که تعریف شد همیشه به سراغ صاحبان تازه‌کار طلا می‌آیند. به نظر می‌رسد که این پیشنهادها خزانه فرد را با قدرت شگفت‌انگیزی مجهز می‌کنند که قادر به ساخت درآمدهای غیر ممکن می‌شود. ولی به افراد دانا توجه کنید که واقعاً با چه دقتی خطرهای کمین کرده در پس هر موقعیتی را با دقت تمام بررسی می‌کنند. مردان ثروتمند نینوا را فراموش نکنید که هیچ شانسی برای از دست رفتن سرمایه خود باقی نمی‌گذاشتند و اصلاً آن را در سرمایه‌گذاری‌های غیر سودمند شرکت نمی‌دادند. این پایان داستان 5 قانون طلای من بود. در حین تعریف آن برای شما، رازهای موفقیت خودم را نیز به شما گفتم. با این حال، اینها راز نیستند، بلکه حقایقی هستند که هر شخصی باید ابتدا آنها را یاد بگیرد و سپس سریع منتقل کند و خود نیز به کار بندد. مثل سگ‌های وحشی که هر روز باید به فکر غذایی برای خودشان باشند. ببینید، ما فردا وارد بابل می‌شویم. آتشی را که جاودانه روی معبد می‌سوزد می‌توان دید. در نزدیکی شهر طلایی هستیم. فردا هر یک از شما طلا خواهد داشت. طلایی که با تلاش صادقانه به دست آمده. 10 سال بعد چه چیزی قادرید در مورد این طلا بگویید؟ اگر در بین شما کسانی باشند که مثل نوماسیر بخشی از درآمدشان را برای ساخت دارایی برای خودشان و سپس عاقلانه از دانش آرکاد استفاده کنند، شرط می‌بندند 10 سال بعد مثل پسر آرکاد ثروتمند و در بین مردم عزیز خواهند بود. اعمال عاقلانه ما در طول زندگی همراهی برای ما هستند که ما را خوشحال می‌کنند و به ما کمک می‌کنند. و همینطور اعمال غیر عاقلانه ما نیز ما را دنبال می‌کنند تا به ما آزار برسانند و ما را شکنجه کنند. افسوس که آنها فراموش شدنی نیستند. در رأس شکنجه هایی که به ما میرسد خاطره کارهایی است که باید هنگامی که فرصتها به سمت ما می آمدند انجام می دادیم و انجام ندادیم. خزانه های بابل غنی است. آنقدر غنی که هیچ کس نمی تواند ارزش آنها را بر اساس طلا تخمین بزند. هر سال این خزانه ها ثروتمندتر و ارزشمندتر می شوند. مثل خزانه های هر سرزمینی آنها پاداش هستند. پاداشی غنی برای مردانی هدفمند که تصمیم گرفتند تا سهمی در آن داشته باشند. استحکام قدرت اراده قدرت جادویی است. این قدرت را با دانش 5 قانون طلا راهنمایی کنید و شما هم در خزانه های بابل شریک شوید. پایان